یک تصمیم 100 میلی ثانیه‌ای. چجوری انتخاب کوچیک مرز بین خلق و مصرف رو توی دنیای دیجیتال ترسیم کرد؟ توی نگاه اول شاید تفاوت بین نسخه دسکتاپ و موبایل برنامه‌ای مثل اینستاگرام و یوتیوب صرفاً به اندازه صفحه نمایش و چند تا از آیکون‌ها مربوط بشه. اما خب توی پس زمینه این تفاوت ظاهری یک تصمیم استراتژیک 100 میلی ثانیه‌ای نهفته است که نه تنها نحوه تعامل ما با دستگاه‌ها رو تغییر داده، بلکه گوشی‌های هوشمند رو به یکی از موفق‌ترین ابزار تکنولوژیک تاریخ تبدیل کرده. مورد اولی که می‌خوایم دربارش صحبت کنیم فلسفه تعامله. اولویت اسکرول بر ضربه یا کلیک. هسته اصلی تفاوت توی اینه که توی گوشی‌های هوشمند اسکرول کردن اولویت اوله و ضربه زدن اولویت دوم. حالا این یعنی چی؟ وقتی انگشت خودتون رو روی صفحه موبایل قرار میدید، سیستم عامل بلافاصله اون رو به عنوان یک کلیک ثبت نمی‌کنه. توی کد منبع اندروید متغیری به نام تایم اوت روی 100 میلی ثانیه تنظیم شده. این زمان کوتاه به دستگاه این اجازه رو میده که تشخیص بده آیا کاربر قصد ضربه زدن یا تپ کردن داره یا اینکه میخواد اسکرول کنه. در مقابل توی سیستم‌های دسکتاپی کلیک کردن حرف اول رو میزنه و اسکرول در مرتبه و اولویت بعدی قرار داره. بریم با هم یکم ریستر شیم. اصلا چرا موبایل برای مصرف و دسکتاپ برای خلقه؟ این تفاوت در نحوه ورودی یا اینپوت پیامده عمیقی بر رفتار کاربر داشته و یه سری عادت‌ها رو توی اونها تقویت کرده. بریم اول درباره دسکتاپ یا دنیای کلیک با هم صحبت کنیم. به دلیل دقت بالای موس رابطهای کاربری دسکتاپ مملو از دکمه‌ها، منوهای کشویی و نوارهای ابزارن. این محیط برای خلق کردن ایدئاله. اما توی موبایل یا میتونیم بگیم دنیای اسکرول، دکمه‌ها و فلش‌ها حذف شده تا جای خودشون رو به حرکات طبیعی انگشت بدن. به عنوان مثال توی گوگل فوتوز یا اپ گالری موبایلتون برای دیدن جزئیات عکس کافیه که فقط سوایپ اپ کنید و صفحه رو به بالا بکشید. این در حالی که توی دسکتاپ معمولا شما برای این موضوع باید روی دکمه کلیک کنید. این روان بودن حرکت باعث میشه که موبایل و گوشی‌های هوشمند به ابزاری بی‌نظیر برای مصرف محتوا تبدیل بشن که این موضوع خب میتونه ساید تاریکی هم داشته باشه دیگه. قبلا درباره‌اش صحبت کردیم، حالا جلوتر هم یه اشاره بهش میکنیم. ریشه این تحول به اوایل دهه 2000 و اپل برمیگرده. زمانی که استیو جابز یه طراح جوان به نام باس اوردینگ رو بعد از مشاهده یک دمو از آیکون‌های متحرک استخدام کرد. بعدا زمانی که اپل در طراحی رابط کاربری آیفون به بنبست خورده بود هم اوردینگ دمویی ساخت که در اون لیست نام‌ها با حرکتی نرم اسکرول می‌شدن. این تعامل به قدر قدرتمند بود که جابز بلافاصله پتانسیل اون رو درک کرد و بعدا اپل حتی برای محافظت از این ایده، یعنی همون اسکرول و اسلاید تو آنلاک، از سامسونگ شکایت کرد، چون سامسونگ هم می‌خواست که این قابلیت‌ها رو به گوشی‌هاش اضافه کنه و حالا بعدا هم فراگیر شده دیگه، همه تقریبا از این موضوع استفاده کردن. ولی خب اون زمان انقدر جدید بود که اپل می‌خواست اینو برای خودش نگه داره. کلاً هم اپل یکم این سیاست رو دیگه، حالا مدیریتش و محصولاتش و اینا، این انحصار طلبیه رو یکم داره. با درک مفهوم ورودی محوری میشه که موفقیت یا شکست محصولات رو پیش بینی کرد. حالا چه جوری؟ بریم اول درباره تلویزیون‌های هوشمند صحبت کنیم. دلیل اینکه رابط کاربری تلویزیون‌های هوشمند جالب نیست و کلاً اون راحتی رو نداره، بعد میتونیم بگیم یکم این رابط کاربری آزاردهنده است برای مشتری‌ها، اینه که رابط کاربریشون برای اسکرول طراحی شده، اما ابزار کنترل اونها ریموته و خب رابط کاربری‌هایی که برای تلویزیون‌های هوشمند طراحی میشه اپتیمایز یا بهینه نشدن برای این کار. این عدم هماهنگی بین ورودی و رابط کاربری یه جورایی یک کلافگی برای کاربر ایجاد میکنه. چت بات‌هایی مثل چت جی پی تی چرا انقدر سریع پذیرفته شدن بین مردم و یه جورایی با زندگی روزمره همه ما عجین شدن؟ این چت بات‌ها به این دلیل سریعا پذیرفته شدن که ورودی اونها زبان طبیعی بود و شما میتونستید هر چیزی که میخواید تایپ کنید و حالا اون بهتون یه جوابی میداد دیگه. اون جواب حالا به مرور زمان هی بهتر و بهتر شدن. معروف ترینشون همین چت جی پی تی بود که خیلی ترکید، ولی خب الان دیگه چندین مدل و شرکت وجود دارن دیگه که هر کدومشون توی یه چیزی خوبن. شما به جای اینکه توی 40 تا منو تنظیمات بگردید، به سادگی متنی رو تایپ می‌کردید و سیستم هم اونو متوجه می‌شد. و همون موضوعی که می‌خواستم در نهایت دربارش صحبت کنم همون ساید تاریک این بحث اسکرول یا اعتیاد دیجیتال بود که حالا ما توی ویدیوی قبلی هم دربارش صحبت کردیم. این حرکت طبیعی و بدون استکاک
جنبه‌های منفی زیادی داره. ویژگی‌هایی مثل اسکرول بی‌پایان یا همون انگلیسیش اینفینیت اسکرول و همین که شما مثلا اینستاگرام پست‌ها رو می‌بینید و بعد صفحه رو به سمت پایین می‌کشید تا ریفرش بشه، این ویژگی‌ها به قدری اعتیادآورن که حتی مخترعای اونها از خلق اونها ابراز پشیمونی کردن. این مکانیزم‌ها باعث میشه که کاربرا ساعت‌ها بدون اینکه متوجه بشن توی پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام و تیک تاک غرق بشن، در حالی که همون محتوا توی دسکتاپ به دلیل نیاز به کلیک‌های مداوم اونقدر جذابیت نداره. البته خب این قابلیت اسکرول موسم این قابلیت رو داره، ولی سیستمش فرق میکنه و اصلا به اون شکلی که توی موبایل هست و با دست انجام میشه اینجا اصلا به اون شکل نیست و اون حس رو به شما نمیده. و اما در نهایت موفقیت خیره کننده گوشی‌های هوشمند مدیون نمایشگرای بزرگ یا پردازنده‌های قویشون نیست، بلکه مدیون درک عمیقی از نحوه تعامل انسان با ابزاره. اون وقفه 100 میلی ثانیه‌ای اسکرول کردن رو به مرکز تجربه کاربری تبدیل کرد و دنیای دیجیتال ما رو به 2 بخش تقسیم کرد: ابزارهایی برای انجام کار و ابزارهایی برای گم شدن در جریان بی‌پایان محتوا.